با نام و یاد خدای یکتای بی همتا مجمع الامکان این جهان شروع میکنیم. سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. چرا میگم حال دلتون؟ چون که اتفاقات بیرون دقیقاً اون چیزی که در درون ما هست اون اتفاقات رو رقم میزنه. یعنی چیزی که توی وجود ما، توی ذهن ما جریان داره اتفاقات بیرون ما رو رقم میزنه و حتما باید به این قضیه توجه و دقت کرد که ما باید حال دلمون خوب باشه که اتفاقات خوبی برامون رقم بخوره. خب میخوایم در مورد ادراک صحبت کنیم. اصلا ادراک چیه؟ چه کاربردی توی زندگیمون داره؟ چه نیازی هست که من بخوام ادراک رو یادش بگیرم؟ اول یه آزمون از خودمون میگیریم، چند تا سوال میپرسم ازتون، به خودتون نمره بدید و بعد از اون میریم سراغ آموزش ادراک. سوال اول، قبلش بگم که از 0 تا 10 به خودتون نمره بدید. هر چقدر که میتونید در مورد این سوالایی که ازتون میپرسم کاملتر و بهتر توضیح بدید. اگه خیلی خوب میتونید توضیح بدید 5 دقیقه در موردش صحبت بکنید، به خودتون نمره 10 بدید. اگر که کمتر، نمره کمتر، و اگر اصلا هیچی در موردش نمیدونید نمره 0 رو میدید. سوال اول، آیا میدونم ادراک چیه؟ ادراک انسان‌ها از کجا میاد؟ 7 عامل مؤثر در تدریس چیست؟ خطاهای ادراکی چیا هستند؟ و سوال آخر، چطور ادراک متفاوتی رو به دست بیاریم؟ بسیار خوب، الان شما میتونید نمراتتون رو جمع بزنید. اگر که نمره 50 رو گرفتید خیلی عالیه، شما کامل ادراک رو بلدید. ولی اگر که نمره پایین تر گرفتید با من همراه باشید. میخوایم که ادراک رو یاد بگیریم، چرا که اتفاقات خیلی خوبی رو میتونه توی زندگیمون رقم بزنه. چرا اتفاق خوب؟ چون که ادراک باعث میشه که انسان بهتری بشیم، کمتر دچار تعارض بشیم، بفهمیم که طرف مقابلمون چطوری داره فکر میکنه و جذابتر صحبت کنیم، جذابتر ارتباط برقرار کنیم و مهمتر از همه درآمد بیشتری به دست بیاریم. حالا چرا درآمد بیشتری به دست بیاریم؟ چه جوری؟ با ادراک. بله، با ادراک. خب حالا بریم سراغ آموزشمون. اول میخوایم ببینیم که چیا رو باید یاد بگیریم، چیا رو میخوایم یاد بگیریم. اول میخوایم ببینیم ادراک چی هست، چطوری ما درک میکنیم، کاربردهاش رو ببینیم، خطاهای ادراکی رو ببینیم که در واقع کجاها ما خطا داریم و کجا طرف مقابلمون خطا داره، و بعد یه سری تمرین ها رو با هم انجام میدیم که کمک میکنه خیلی بهتر ادراک رو فهم کنیم. خب بریم سراغ آموزش. حالا بریم سراغ تعریف ادراک. ببینیم اصلا ادراک یعنی چی؟ ادراک یعنی برداشت و تفسیر ما از واقعیت‌های بیرونی. یعنی ما هر چیزی رو چطوری درک می‌کنیم. یعنی زاویه دید ما و زاویه دید طرف مقابل ممکنه که با هم متفاوت باشه. فرض کنید بگید که من مثلا اینجا وایسادم، بعد پایین روی زمین نوشته عدد 8. من میخونم خب 8. اونی که طرف مقابل من ایستاده میگه نه این عدد 7. ببین زاویه دیدها با هم دیگه متفاوته. یعنی من میام با حواس پنجگانم یه سری اطلاعات رو از بیرون دریافت میکنم و با توجه به اون اطلاعاتی که دریافت کردم یه سری برداشت ها دارم، یه سری تفسیرها دارم. مولوی اینجا خیلی قشنگ میگه که یه اتاق تاریک بوده که هیچ نوری داخلش وجود نداشته. حالا میان یه فیلم میذارن توی اون اتاق تاریک و به مردم میگن برید توی اون اتاق دست بزنید، لمسش کنید، ببینید که این چیه، حدس بزنید. مولوی میگه پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود، از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آخرش میگه که هر کسی یه جوری درک میکرد بسته به این که کدوم قسمت از حقیقت رو گرفته. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی.
میگه که اگر که یک نفر بود که یه شمعی اونجا روشن میکرد، برای همه روشن میشد که بابا اون یه فیله. پس ببینید زاویه دیدها نسبت به حقیقتی که اون لحظه دریافت میکنن با هم دیگه متفاوته. حالا فرض بر این بگیرید تماس بگیرید با یه اداره، گوشی برمی‌داره، بله بفرمایید نه ما این کارا رو انجام نمیدیم، آقای فلانی هم مأموریت هستم، خواهش میکنم، خداحافظ. بعد همون لحظه میری مثلا با یه شرکت خصوصی تماس میگیری، سری گوشی رو برمی‌داره، بله بفرمایید من در خدمتتون هستم، بله ما فلان محصولاتو داریم، این کارا رو انجام میدیم، فلان خدماتو داریم، خدمات پس از فروشو داریم، من در خدمتتونم، اگر که امری دستوری چیزی هست بفرمایید من براتون انجام میدم، بله فلانی هم هستن و میتونم کمکی بهتون بکنم. خلاصه چنان با شما صحبت میکنه و چنان به وجد میاردتون که اصلا کیف میکنی. ببینید اون آدمی که توی اداره کار میکنه شاید شرایط ایجاب کرده که این مدلی باشه، ولی اون کسی که توی شرکت خصوصی هست شاید شرایط اون هم ایجاب کرده که یه مدل دیگه باشه. یعنی اون حواس پنجگانه‌ای که دریافت کرده این مدلی داره رفتار میکنه. پس این بهش میگن ادراک. حالا بریم ببینیم تو مغز داره چی میگذره. یه اتفاق بیرونی رخ میده که با حواسمون دریافتش کردیم، بعد از یه سری فیلترهایی توی مغزمون میگذره، بعد میاد با دنیای مطلوبمون آنالیز میشه. یعنی دنیایی که من دوست دارم اون شکلی باشه یا مثلا این شکلی نباشه، بعدش یه رفتار یا احساس ایجاد میشه. این بهش میگن ادراک. ما درکمون از یک موضوع به این شکله، توی مغزمون این اتفاقا میفته که بعد باعث میشه که یه احساسی رو بهمون دست بده یا یه رفتاری رو انجام بدیم. حالا بخوام یه مثال براتون بزنم، مثال در مورد همین دوره ادراک. وقتی که دوره رو معرفی میکنم و میگم که رایگانم هست، یکی میاد میگه که او آخ جون دوره رایگانه، دومی میاد میگه که بابا معلوم نیست چیز چرت و پرتی داره ارائه میده، رایگانم گذاشته، حالا مثلا ما رو الاف میخواد بکنه که چی. یکی دیگه میاد میگه که برم ببینم اصلا چی ادراک، چقدر موضوع جالبی به نظر میرسه. یکی دیگه میگه بابا این چرت و پرتا چیه، هر روز یکی برای خودش یه چیزی در میاره میخواد ارائه بده به ما، مگه ما وقت اضافی داریم؟ ببین یه دونه اتفاقها اما احساسها و رفتارها متفاوته. حالا یه معنی کامل تری بخوام در مورد ادراک بهتون بگم، یعنی کامل ترش بکنم براتون، ادراک یعنی واقعیت ها و رویدادهای بیرونی بر اساس فیلترهای ذهنی و دنیای مطلوب ما. حالا چرا ادراک مهمه؟ بسیاری از اتفاقات توی دنیای بیرونی ما رخ نمیده، فقط توی ذهن ما رخ میده. ما واقعیت رو در واقع نمیبینیم، واقعیت خودمون رو میبینیم. ما الان توی ایران زندگی میکنیم، وضعیت تحریم، وضعیت اقتصادی و کلی مشکلات دیگه. هر کسی یه نظری داره در مورد این اتفاقات. یکی میگه کار خودشونه، تحریم کجا بود؟ یکی میگه وای ببین بدبخت شدیم دیگه، ایران مثل ایران قبلی نمیشه. یکی دیگه میگه نه من امید دارم که اتفاقای خوبی میفته. هر کسی یه نظری داره، هر کسی یه درکی از این قضیه داره. شما یه لیوان رو بگیر بالا نشون بده، یکی میگه که این آبه، یکی میگه که نمیدونم این نوشابه است، یکی میگه این ادراره، هر کسی یه چیزی میگه. بابا ادراک یعنی ما نیمه پر لیوان رو میبینیم یا نیمه خالی لیوان و چه برداشتی از اون موضوع داریم. این یعنی ادراک. حالا ما ادراک رو چطوری درک میکنیم؟ ما دنیا رو جوری درک میکنیم که قبلا برای ما مفید بوده یا مغزمون فکر میکرده که مفیده. خب حالا کاربرد ادراک چیه؟ توی وبینار، کلاس ها، توی کامنت هایی که زیر پست های اینستاگرام میبینید، هر جایی که میبینید آدم ها دارن معاشرت میکنن، یه صحبتی میکنن، اونجا شکارچی ادراک بقیه باشید. اینها به تو ادراک میدن. وقتی که یه پست رو میبینید زیرش یه نفر اومده غر زده، یه نفر اومده تشویق کرده، تحسین کرده، تعصب داره، هر کسی ادراک خودش رو به اجرا میذاره و اون شما هستید که نباید بگید این چرا اینجوری فکر میکنه، باید بگی چطور میشه که
اینجوری فکر میکنه؟ ادراک یعنی این که من باید خودم رو جای شما بذارم و از زاویه دید شما به مسئله نگاه کنم و بعد میفهمم که هر کسی بهترین رفتاری که فکر میکنه براش خوبه رو انجام میده. اگه میبینی یه نفر توی کامنت ها فوش نوشته، تحسین کرده، قربون صدقه رفته، هر کاری کرده، بهترین کاری که فکر میکرده خوبه رو انجام داده، بهترین کاری که بلد بوده رو انجام داده. شاید باورتون نشه یه نفر از صف جلو میزنه، یه نفر آشغالش رو از تو ماشین میندازه تو خیابون. اونا بهترین کاری که فکر میکنن درسته رو انجام میدن و بیشتر از این بلد نیستن. حالا هر کدوم از این مواردی که میگم، از اینا چه چیزی میشه یاد گرفت؟ مثلا وقتی کار گروهی انجام میدیم، یکی میپرسه باید چی کار کنیم، وسط کلاس یکی توی چت برخلاف قوانین میاد یه سری چیزا رو مینویسه. یه سر کلاس استاد داره درس میده، یه نفر میپرسه استاد این چی شد، میشه دوباره توضیح بدین؟ حالا همه میزنن تو سرکله خودشون که ای وای این چرا نمیفهمه، این چرا متوجه نیست، و شروع میکنیم به قضاوت کردن بقیه. از اینا چه چیزی میشه یاد گرفت؟ اینی که وقتی ادراک رو بلد باشی دیگه قضاوت نمیکنی، دیگه از زاویه دید طرف مقابل به قضیه نگاه میکنی. میگی که چطوری میشه که این اینجوری فکر میکنه، چه اتفاق توی ذهنش داره میفته، چرا این حرفو زد، چرا این کارو انجام داد، چرا ناراحت شد، من که حرفی نزدم، من که کاری نکردم، چرا این کارو کرد. بعد میشینی با خودت فکر میکنی کی به جواب میرسی؟ زمانی که خودتو میذاری جای طرف مقابل و میفهمی که ای وای اگر یه نفری هم به من این حرف رو میزد، خب منم ناراحت میشدم. وقتی ادراک رو بلد باشه حتی میتونی مخم بزنی. چجوری؟ یعنی کاری که اون دوست داره رو تو انجام بدی. وقتی که از زاویه دید طرف مقابلت به قضیه نگاه میکنی، کاری که اون دوست داره رو به راحتی میتونی انجام بدی. اینجوری جلوی تعارض هم گرفته میشه. و جالبتر اینه که بگم وقتی که ادراک ها یکی نباشه، به هم نزدیک نباشه و دو طرف نتونن همو درک بکنن، وقتی ابراز علاقه هم میکنی تعارض ایجاد میشه. جالب شد نه؟ بذار یه مثال برات بزنم. فرض بر این بگیرید که مادر و فرزند، مامانه میاد از بچهش مراقبت کنه، به بچهش عشق بده، بهش میگه که ساعت 10 شب به بعد از خونه نباید بیرون باشی، این غذا رو بخور برای بدنت مفیده، اونو نخور چون برای بدنت مضره یا اندامتو خراب میکنه یا هر چیز دیگه. اون طرف فرزند چی میگه؟ میگه مادرم منو محدود میکنه، نمیذاره خودم تصمیم بگیرم، نمیذاره آزادانه برخورد کنم، نمیذاره هر کاری که دوست دارم و انجام بدم، نمیذاره اشتباه کنم، نمیذاره تجربه کنم زندگی رو. ببین هر دو طرف دارن کار درست انجام میدن اما همو نمیتونن درک کنن. مادامی این دوتا با هم دیگه حالشون خوب میشه که از زاویه دید طرف مقابل به قضیه نگاه میکنن. دیدی دختر خانم هایی که ازدواج میکنن، مادر میشن، ارتباطشون با مادر خودشون خیلی عالی میشه. بعد به مادرشون میگن مادر ما تو رو درک نکردیم، ما نفهمیدیم که تو چی میگی، الان که خودمون مادر شدیم میفهمیم که تو چی میگفتی. جالب شد نه؟ یه کارکرد دیگه ادراک این که ما نیازهای طرف مقابل رو درک بکنیم و بهش بگیم. یعنی چی؟ ببینید وقتی که یه نفر میاد با شما یه صحبتی میکنه، یه حرفی میزنه، یه اتفاقی براش افتاده، هر چیزی، سعی کنیم که اون لحظه از زاویه دید طرف مقابل به قضیه نگاه بکنیم و اون لحظه طرف مقابلمون رو واقعا درک بکنیم و بعد بهش بگیم که تو چقدر سختی کشیدی، تو چقدر صبر زیادی داری که تونستی این شرایط رو بگذرونی. من یک لحظه خودم رو جای تو گذاشتم و فهمیدم که تو چقدر آدم قوی هستی. ببینید چقدر قشنگ میشه رابطه. اون آدمه میگه وای چقدر عالی، این داره منو درک میکنه ها. ببین چه ارتباط موثری میتونی با طرف مقابلت برقرار کنی. حالا فرقی نمیکنه اون آدمه ممکنه همسرت باشه، پارتنرت باشه، ممکنه مادر، پدر، دوست، هر کسی فرقی نمیکنه. ممکنه یه غریبه باشه، هر کسی باشه نسبت به تو حس خیلی بهتری پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید که شما یه فروشنده هستید و مشتریتون رو درک میکنید. من درک میکنم که هزینه این بسیار بالا هست، میفهمم. ببین از زاویه دید مشتری داری به قضیه نگاه میکنی. یا من میفهمم که شما شاید امکان پذیر نباشه که برای این محصول اینقدر هزینه بدید، اما دلایل خوبتون رو میارید. ببینید این باعث میشه که اون مشتری حس بهتری به شما پیدا کنه و از شما بخره و اینجوری شما درآمد بیشتری
بیشتری کسب میکنید توی فروش. وقتی که ادراک داشته باشید خیلی زود قضاوت نمی کنید و به خودتون میگید که شاید ادراکمون کامل نباشه. یک نفر رو فقط مشاهده میکنید، فقط میبینیدش ولی قضاوتش نمی کنید. یک نفر که داره کج راه میره، یک نفر شاید رفتار نامتعارفی داره توی جامعه، دیگه نمیگید که ای وای چرا این شکلیه بهش بخندید یا هر چیز دیگه. به خودتون میگید که نمیدونم که چه چیزی تجربه کرده که باعث شده که این رفتار رو بکنه، اما من قضاوتش نمیکنم. ببینید اینجوری دنیا چقدر قشنگتر میشه. خب حالا میریم سراغ 7 عامل اصلی و مؤثر در ادراک که اگر که این 7 کار انجام میدی و باید انجام بدی، به طرف مقابلت هم باید بفهمونی که من این کار رو دارم انجام میدم. اولیش توجهه. به طرف مقابلت توجه نشون بدی. حالا طرف مقابل ممکنه شاگردت باشه، ممکنه پارتنر باشه، ممکنه خواهرت باشه، برادرت، هر کی، فرق نمیکنه. بهش توجه نشون بدی و بهش بگی که تو برای من مهمی. من باید نشون بدم که حرفت برام مهمه. چه احساسی توی این قضیه داری؟ چه صحبتی داری؟ توجه کنم به نیاز تو. مورد بعدی کنترله. من روی شرایط کنترل داشته باشم، نذارم اوضاع از دستم در بره، اوضاع شرایط، اوضاع هر چیزی که الان درونش قرار دارم، من بدونم که باید چی کار بکنم و کنترل شرایط رو در دست بگیرم. مورد بعدی شفافیته. خوب توضیح بدم و واضح توضیح بدم. یه مدلی باشه که اونقدر تخصصی نباشه که مثلا طرف بگه که بابا چی میگی، زیر دیپلم حرف بزن ما هم بدونیم، یا نه اونقدر دیگه زیر دیپلم حرف بزنیم که طرف میگه بابا چی میگی، داری برای بچه کلاس اولیه حرف میزنی. ببینید یه مدلی باشه که با توجه به شناختی که از طرف مقابل دارید شفاف صحبت کنید و طرفو کامل متوجه موضوع بکنید. مورد بعدی چالش. توی ادراک یاد میگیریم و اصلاح میشیم، یاد میگیریم اصلاح میشیم، یاد میگیریم اصلاح میشیم. یعنی چی؟ یعنی تو شرایطهای مختلف، توی اتفاقاتی که برامون میفته، توی تجربیات زندگی، چیزای مختلف رو از آدمها درک میکنیم و خودمون رو اصلاح میکنیم برای روابط بهتر و مؤثرتر. مورد بعدی جذابیته. جذاب صحبت بکن، باحال صحبت کن، یه جوری که حال طرف مقابل با ما خوب بشه. مورد بعدی تعامل، یعنی اینکه به حرف طرف مقابل خیلی خوب گوش بدیم یا حتی الامکان ازش نظرسنجی کنیم. نظرت تو در مورد این قضیه چیه؟ نظرت تو در مورد حرفای من چیه؟ به نظرت درسته؟ قبول داری؟ ببین به طرف نشون بدیم که حرفت برام مهمه، باهاش تعامل کنیم، تبادل نظر کنیم. و یه موضوع دیگه ثبات. این که طرف مقابل مثلا پیش خودش فکر میکنه و حالا این حرف رو داره میزنه، این قوله رو داره میده، جوگیره یا واقعا آدم منظمیه، میتونه متعهد باشه، میتونه مسئولیت پذیر باشه، میتونم رو حرفش حساب کنم و شما باید اینو نشون بدید. پس ادراک به ما کمک میکنه که منافع خودمون رو با منافع طرف مقابلمون گره بزنیم. با ادراک میتونیم تهدید رو به فرصت تبدیل بکنیم با تغییر ادراک و این خیلی اتفاق مهم و بزرگی میتونه باشه. بزرگترین کاربرد ادراک هم اینه که دنیا رو از دید بقیه ببینیم. یه سری چیزا هست که بقیه در مورد ما میدونن و ما هم در مورد خودمون میدونیم. اون نیست چیزای عمومیه، حالا رفتارها، کارایی که میکنیم فلان. یه سری چیزا هست که بقیه نمیدونن ولی ما خودمون در مورد خودمون میدونیم. یه سری چیزای شخصی زندگیه، اینم اوکی. یه سری چیزا هست که بقیه در مورد ما نمیدونن، ما خودمون هم نمیدونیم. اونم میشه یه سری چیزای ناشناخته، یه سری چیزایی که ممکنه تو سایه ها باشه، ممکنه تو ذهن ناخودآگاه باشه، طلسم های روانی باشه که اونا هم کاری بهش نداریم. اما به چی کار داریم؟ به چیزایی که بقیه در مورد ما میدونن ولی من در مورد خودم نمیدونم. اون بهش میگن نقاط کور. ما همش داشتیم در مورد طرف مقابل صحبت میکردیم دیگه، زاویه دید طرف مقابل. اما یه موقعی هست یه سری ایراداتی ما داریم که طرف مقابل داره توی ما میبینه اما ما خودمون نمیبینیم. مثل توی کلاسای گویندگی که میگن اگر که میخوای گویندگی خیلی خوبی داشته باشی شروع کن
کن به ضبط صدای خودت ایرادات خودت رو میتونی بفهمی، اما تا زمانی که این کارو نکنی، خودت صدای خودت رو نشنوی، نمیتونی بفهمی ایرادت کجاست، ولی طرف مقابلت اینو میبینه و این خیلی بده. این خیلی اتفاق ناخوشایندیه و ما باید نقاط کور رو ببینیم. چطوری؟ باز هم از زاویه دید دیگران به قضیه نگاه کنیم. این که ما یه رفتاری رو انجام میدیم بر اثر سایه ها، بر اثر یه سری اتفاقاتی که توی بچگی برامون افتاده، رفته توی ناخودآگاهمون و الان داره توی رفتارمون بروز میکنه و ما خودمون متوجه این رفتارها نیستیم. میایم یه سری رفتارها انجام میدیم، طرف مقابلمون رو میرنجونیم، ما متوجه نیستیم که با این حرف، با این رفتار طرف مقابل از ما رنجیده. اما مادامی که از زاویه دید طرف مقابل به قضیه نگاه میکنی، مثلا به خودت میگی که اگر که اون به من این حرف رو میزد، من ناراحت میشدم یا نمیشدم؟ اگه اون رفتار رو میکرد، اگه اینجوری میشد. وقتی که این مدلی به قضیه نگاه میکنی، متوجه میشی که یه سری چیزا هست که تو در مورد خودت نمیدونی که بهش میگن نقاط کور، که این نیاز به خودشناسی داره، اما ادراک هم اینجا میتونه به کمکت بیاد. خب حالا میریم سراغ یک سری از خطاهای ادراکی. اصلا خطاهای ادراکی چیه؟ یه سری فیلترها هستن که باعث میشه که شما یه چیزایی رو اشتباه برداشت کنید یا واقعیت رو برداشت نکنید. این فیلترها چیا هستن؟ فیلتر اول اثر حاله‌ایه. ما دو نوع اثر حاله‌ای داریم دیگه، اثر حاله‌ای مثبت و منفی. اثر حاله‌ای مثبت میگه که حاله ویژگی‌های خوب گسترش پیدا میکنه روی ویژگی‌های بد، و اثر حاله‌ای منفی میگه که حاله ویژگی‌های بد گسترش پیدا میکنه روی ویژگی‌های خوب. یعنی چی؟ شما یه جایی میرید، یه جلسه‌ای دارید، یه نفری با شما وارد مذاکره میشه که اصلا لباس مناسبی نپوشیده، لباسش چروکه، خیلی بد راه میره، قوز داره، موهاش نامرتبه. در موردش چی فکر میکنید؟ میگید که بابا این کیه که اومده حالا با من داره جلسه برگزار میکنه، مطمئنم از این آبی گرم نمیشه. ولی در واقع شاید این آدم یه آدم باسواد، پر ثروتمندی باشه که اون لحظه تو شرایطی بوده که اصلا فرصت نداشته که رسیدگی کنه به خودش، به هر دلیلی. ما قرار شد قضاوت نکنیم دیگه. و این یه حاله منفی رو گسترش میده روی یک ویژگی مثبت و ما اون آدم رو دست کم میگیریم و اگر که شاید میتونستیم با این آدم یه معامله خفن خیلی خوب رقم بزنیم، وقتی میبینیم این مدلی اصلا دست کمش میگیریم یا شاید اصلا جلسه رو باش کنسل کنیم، 4 تا بد و بیرا هم بهش بگیم. و بالعکسش هم وجود داره ها. یه نفر رو میبینیم متشخص، با کلاس، همه چی اوکی، ساعت آنچنانی، انگشتر آنچنانی، کفش واکس زده، کت و شلوار فلان، میاد جلو در هتل از شما چمدونتون رو تحویل میگیره و دم اتاق تحویل میده و شما انتظار داشتید این مدیر هتل باشه، اما میبینید که نه. و این فیلترها باعث میشه که شما یه سری رفتارها، یه سری ادراکها داشته باشید از طرف مقابل که شاید اشتباه باشه. پس ما کسی رو قضاوت نمی کنیم و فقط مشاهده می کنیم قبل از اینکه قضاوت کنیم، قبل از اینکه هر برداشتی نسبت به اون آدم یا اون شرایط داشته باشیم. فیلتر دوم، دانش فعلی شما. میگه وقتی که یه دانشی داری دنیا رو یه جور میبینی، وقتی یه دانشی رو نداری دنیا رو یه مدل دیگه. یعنی رفتار هر کس بهترین خودشه. یه چیز جالب بهتون بگم، وقتی که داستان هر کسی رو بدونی، وقتی داستان زندگیشو میفهمی که چه تجربیاتی داشته، چه چیزایی برش گذشته، از چه پستی ها و بلندی ها، از چه چاله چوله هایی رد شده، دیگه نمیتونه ازش متنفر باشی. خیلی حرف بزرگی ها. ببین هر زمانی که ما در مورد هر کس یه سری قضاوت ها کردیم، یه سری برداشت ها داشتیم، ازش متنفر شدیم، حالمون ازش بد شده، بعد یه تیکه از داستان زندگیشو از یه نفر سوم میشنویم، بعد به خودمون میگیم که ای وای من نمیدونستم که اینجوری شده، من قضاوتش کردم. ببین اون دانش فعلی شماست که باعث میشه که یک سری شرایط رو اشتباه برداشت کنیم. ما به رفتار خودمون هوشیار
آگاه نیستیم و تا زمانی که آموزش نبینیم توجه ما روی خواسته هامونه، یعنی چیزی که من میخوام، چیزی که من دوست دارم، چیزی که مطابق میل منه. دیگه توجه نمیکنیم طرف مقابل چی میخواد، دیگه توجه نمیکنیم بقیه دارن به چی فکر میکنن، ما چه جوری داریم رفتار میکنیم. و با فهمیدن این قضیه دیگه نمیتونیم بگیم که یک نفر خودخواهه. اون بهترین روشی که بلده رو رفتار میکنه. بابا اطلاعاتش همینه، درکش از دنیا اینه و ما باید ادراکمون رو تقویت کنیم. نمیتونیم بگیم اون طرف بیشعوره، بی‌توجهه، هر چیز دیگه. تو مدرسه به ما خیلی چیزا رو یاد ندادن. توی کشور سوئد توی مدرسه هاشون اینو بهشون یاد میدن که اگر که کسی به کسی ظلم میکنه و شما سکوت کنید، چون تو سکوت کردی ظالمی. یعنی سکوت در مقابل ظلم ظالم نوعی حمایت از ظالمه. کاری به دین و مذهب هیچی نداریم و تو همه ادیان هم گفتن اینو، ولی تو مدرسه این چیزا رو به ما یاد ندادن. پس دانش فعلیمون از این قضیه پایینه و یه جایی ممکنه ما سکوت کنیم، شاید ترس داشته باشیم، شاید بگیم که به ما ربطی نداره، ما دخالت نمی‌کنیم یا هر چیز دیگه. دانش فعلی ما اون دستور رو به ما میده و ما اون حرکت رو میزنیم، اون کار رو میکنیم، چون فکر میکنیم بهترین کاریه که بلدی ما داریم انجام میدیم. با اینکه اگر که اینو میدونستیم خیلی جاها به کمک خیلیا میرفتیم. و هر جایی که ادراکت این بود به خودت بگو که رفتارم سازنده نیست و همونجا به خودت استاپ بده. بگو من اصلا نه هیچ قضاوتی میکنم، نه هیچ حرفی میزنم، نه هیچ عملی انجام نمیدم، فقط مشاهده میکنم و بهترین رفتار خودم رو انجام میدم و سعی میکنم تا اونجایی که میتونم دانشم و اطلاعاتم و خودشناسیمو بالا ببرم. فیلتر سوم تعمیم هست، یعنی مشکلاتی که خودمون داریم رو فرافکنی میکنیم روی بقیه. چجوری؟ این تجربه رو مطمئنم هممون داریم. تماس میگیریم با دوستمون، حین حرف زدن باهاش یهویی صدا قطع میشه، نه من صدای اونو میشنوم نه اون صدای من. قطع میکنیم، دوباره زنگ میزنیم، چرا تلفن رو قطع کردی؟ چرا صدات نمیومد؟ احتمالاً جایی بودی که آنتن نمیدادا. اون میگه که نه صدای تو نمیومد، فکر کنم مشکل از گوشی توئه، فکر کنم گوشی تو آنتن نمیداد. ببین ما میخوایم هر مشکلی که وجود داره رو روی بقیه فرافکنی بکنیم. این ساده ترین چیز دیگه که برای هممون هم پیش اومده. یا مثلا توی این شهر که اصلا نمیشه پیشرفت کرد، این شهر مردمش فقط فلان، شهرش خیلی کوچیکه، گاو پیشون سفید شده. چیزی که برای من مشکل داره رو دارم فرافکنی میکنم روی همه. یا مثلا میگم این روزا همه دزد شدن، یه قراری با یه نفر داشتی، یک مرتبه بیچاره دیر کرده، حالا بر اثر هر مشکلی این دیگه همیشه اسم میذاره رو طرف که این همیشه دیر میاد. تو همیشه دیر میای. وقتی میگی همیشه بدون که داری اشتباه میکنی، داری قضاوت میکنی، یه جای کارت داره میلنگه و اونجاست که باید استاپ بدی و این فیلتر تعمیمه. حواست به این فیلتر باشه. خب حالا میریم سراغ تمرین‌های شیرین ادراک. اولین تمرین مشاهده بدون تفسیره، یعنی هر چیزی رو که ما میبینیم بدون اینکه تفسیر یا قضاوت بکنیم باید فقط بهش نگاه بکنیم، فقط مشاهدش بکنیم. تمرین بعدی اینه که به این فکر کنیم که از نظر بقیه ما چطوری هست، بقیه در مورد ما چه جوری دارن فکر میکنن، از نظر مثلا نگهبان ساختمون ما چه شکلی به نظر میاد. چه شکلی منظورم اینه که چه برداشتی از ما و شخصیت ما داره. تمرین بعدی خیلی هم جالب هست، پرسش در مورد ادراک دیگران به قصد یادگیری. یعنی اینکه در مورد یه موضوع، یه مسئله‌ای وقتی صحبت میشه شما نظرات بقیه رو هم بپرسید، ادراک بقیه رو هم مشاهده کنید، آگاهی کسب بکنید که بقیه در مورد این شرایط، این موضوعی که شما دارید برداشت میکنید، حالا هر برداشتی که میتونید داشته باشید، ببینید بقیه ادراکشون از اون شرایط چیه و این خیلی میتونه به شما دید بده و خیلی میتونه به شما کمک بکنه. کتاب خیلی جالبی که میتونم بهتون معرفی کنم کتاب هنر شفاف اندیشیدن و کتاب ارتباط بدون خشم. این هم دوتا کتاب خیلی جالب هستش. مدیتیشن خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، آرامش ذهنی بگیرید و کمتر به منفی ها
فکر کنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. امیدوارم که تونسته باشم خیلی خوب اطلاعات رو انتقال بدم. اول متشکرم که تا اینجا وایس با من همراه بودید، گوش جان سپردید، وقتتون رو به من دادید. خیلی متشکرم. دستهای شما رو به گرمی میفشارم و ممنون میشم اگر که نظرتون رو در مورد این آموزش به من بگید. اگر که هر انتقاد، پیشنهاد، ممنون میشم به من انتقال بدید. به من بگید که از 1 تا 10 چه نمره‌ای به من میدید و اگر که نمره زیر 10 از شما گرفتم چی کار کنم که بهتر بشم. متشکرم. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.